جانم. خب حاج آقا بریم رو پخش. بله بریم آقا، ما آماده ایم. بفرمایید. ادامه طهارت و نجاست دیگه. نه حاج آقا، موضوع برنامه ساده زیستی روحانیت هست. آها بله عجب بحث مهم و شایسته‌ایه. بله فقط بی زحمت اون موبایلتون هم سایلنت کنید که مثل برنامه قبلی نشه. ببخشید. بنده معذورم عزیز جان. آخه حاج آقا دیگه آخه نداره دیگه، نمیشه که مردم جوابشون ندی که معطل بمونن که آخه. باشه بچه ها آماده باشین. صدا، نور، تصویر، حرکت. با سلام به شما بینندگان عزیز. امروز میخوایم در رابطه با ساده زیستی روحانیت صحبت کنیم که شهره خاص و عام هست. ما ساده زیستی رو از اماممون وام گرفتیم که بر زیلویی می نشست و سفره انقلاب را در کنار همان زیلو پهن کرد. بابا جان جان امشبه من که گفتم برج میلاد برات بگیرن که بستنی طلا، سیگار طلا، ضرر داره فقط. باشه طلا جیگر طلا. نه عزیزم نترس، اون کوچه‌ای که تو رفقات میخواین برین و روحانیت آسفالت کرده. آره آقا جون قربون تو برم من. نه آقا جون عذر میخوام بله صحبت از سفره انقلاب بود که امام با دستان مبارکشون پهن کردن. سفره ساده که به روحانیت ساده زیست از این سفره چیزی جز خون دل و خون جگر نرسید. خود مقام عظما و فرزند جلبشون از اسوه های این ساده زیستی هستن که با ژن خوبشون ممدسن آقاست از اسپانیان. چطوری بابایی؟ نه چرا آخه؟ از چی خجالت میکشی؟ آخه یعنی تو با لامبورگینیت میری دانشگاه بعد بقیه بچه ها و استادات با ترن میان دانشگاه تو خجالت میکشی؟ آخه باشه بابا من پول میفرستم شما اونجا بر خود یه ترن بخر که تو هم با ترن بری دانشگاه. آره نه نگران چی؟ قربون برم. آره ببخش. بله در فرهنگ ساده زیستی خانواده خیلی مهمه. یعنی بچه ها رو حتما شما باید ساده بار بیارید، توقعاتشون پایین باشه. زندگی روحانیت در این زمینه الگوی بسیار خوبیه. شما نگاه کنید روحانیون مالندوزی نمی کنند، همون پول منبری که میگیرند به میزان خرج روزشونه. در کتاب المکاسب هم اومده که پول رو نباید جمع کرد، انباشت پول مساوی است با خانه کردن شیطان. سلام علیکم. مشاور حقوقی بنده هست. جانم نه عزیزم نه خیلی اونو بفرستید حساب سوئیس. نه اون لندن بمونه. آره نه خمس و زکاته تو لندن باشه بهتره. بله نه آقا نه آقا دبی من خودم واریز میکنم قربان شما. مهم اینه که همش توی یه حساب انباشته نشه. شما حواست به شیطان هست دیگه چون انباشته کنی شیطان. بله فی امان الله. بله خب چی میگفتم من؟ بله بحث ساده زیستی معلومه دیگه اصلا نیازی به شرح و بیان نداره که به نظر من همون احکام نجاست و طهارت رو ما بتونیم بچسبیم همه چی ساده میشه. قبل از اینکه بچسبیم اشاره میکنن که وقت برنامه تموم شده و بنده مجبورم از خدمت شما مرخص شم. پس ما نتیجه میگیریم که خدا حافظ.